Welcome to Paris. Bonjour. Je m'appelle Farah. به ولاگ پاریس خیلی خوش اومدین. این ولاگ پاریسه. من واسه دفعه اول اومدم پاریس. باورم نمیشه که الان توی پاریس هستم. امروز ما تقریبا ظهر رسیدیم اینجا، یکم استراحت کردم، آماده شدم، الان میخوام برم برج ایفل رو واسه بار اول از نزدیک ببینم که شما رو با خودم میبرم. اینم ویو از اتاقمون. خیلی خوشگله. حیف که امروز داره بارون میاد، ولی امیدوارم که البته الان بارون بند اومده. محله پاریس هستیم، ولی موهای من 2 دقیقه هم طول نکشید. از هتلمون که اومدم بیرون همش خراب شد. ما نمیدونیم چجوری بعد از اینجا بریم اونجا. خیلی خیابوناشون عجیبه. فکر کنم بعد از این زیر از توی تونل بریم اونجا. بریم ببینیم به کجا میرسیم. درست اومدیم. بالاخره رسیدیم اینجا. What are they doing? Oh, there's like a ceremony going on. مسافرت میرم بارون میاد. میخوام فقط توی یه ویدیو موهام خوب بیفته، توی یه عکس میخوام فقط موهام خوب بیفته. شانس ندارم به خدا، هر جا میرم بارون میاد. ما الان داریم میریم برج ایفل رو ببینیم. هر جا میریم گم میشیم. ببینیم این دفعه به کجا میرسیم. I'm at the Eiffel Tower. اینم از برج ایفل. من فکر می‌کردم خیلی از این بزرگتر باشه. راستش هنوز این ساین المپیک اینجا هستش.
does look really big. Wow. من گفتم که این خیلی کوچیکه، از دور خیلی کوچیک به نظر می اومد، ولی الان که اینجا وایستادم خیلی بزرگه. بعد میتونی سوار آسانسور شی بری تا بالای بالاش، ولی من چون از بلندی میترسم نرفتم، فقط بلیطمو تا طبقه دوم اینجا گرفتم، ولی باز طبقه دومش هم خیلی بالاه، من میترسم. اینها آسانسوراش اینجا دارن بالا میرن. خدا کنه که وحشتناک نباشه. ما تصمیم گرفتیم که با پله بریم بالا. بالاست. از نفسم افتادم. من خیلی میترسم، خیلی وحشتناکه. اصلا به نظر نمیاد انقدر بلند باشه. خیلی بلنده. این فقط طبقه دومشه. خیلی بلنده. طبقه دوم. شد من خواهیم دارم میترسم از اون. اینو واسه همون آوردن که زبون انگلیسیه. من خستگی دارم میمیرم، فکر کنم برسم خونه مثل این دختره این شکلی بلوشم. The sun is finally out.
بالاخره آفتاب رو دیدیم اینجا. صبح بخیر. سلام، صبح بخیر. امروز روز دومه توی پاریس. من بالاخره فکر کنم خوابم درست شده. امروز هوا خیلی خوبه، یعنی از تو که خوب به نظر میاد، ولی دوستم که الان بیرون رفته پیاده روی داشت به هم میگفتش که هوا هنوز سرد و یکم باد میاد. خلاصه نمیدونم چی کار کنم. فکر کنم که موهامو امروز ببندم چون که دیروز خیلی باد میومد. من بالاخره از هتلم زدم بیرون، دارم میرم یه کافی بگیرم. هوا خیلی خوبه، توی آفتاب اونقدر سرد نیست، واقعا هواش اذیت کننده نیستش، ولی فکر کنم بعداً بد بشه. خیلی جاهای اینجا منو یاد تهران میندازه، مثلا اینجاها، اینجور مغازه هاش. جالب اینجا اینه که اینا خیلی ماشین پژو هم زیاد دارن. اینو بهش میگن هتل اینولید. خود فرانسویه بهم میگن اینولید. اسم این پله هست الکساندر بریج. الکساندر پل اسکندر، اما اسکندر خودمون میشه الکساندر. یه سری از خیابونا رو بستن هنوز اینجا واسه همین المپیک و اینا. نمیدونم این تو چه خبر بود، ولی پیاده رو اینجا بستن. اینجا خیلی آرامش بخشه.
much so. من هنوز نمیدونم این بیلدینگی که روش یه گنبد طلایی داره چیه. بهش میگن اینولد. Access is this way? Okay. I don't know. Only open at 2. بچه ها نوشته اینجا توریست ها اجازه ندارن بیان. نمیدونم چرا. فکر کنم ساعت 2 باز میشه. Alright. I guess that's that. Good enough for me. Damn it. That was funny. من از یکی پرسیدم که اینجا همیشه بارون میاد. گفتش که از هر هفته 5 روزش بارون میاد. منم دارم میرم یه سری از این مغازه ها رو ببینم که چه خبره، چی میفروشن اینجا. من نمیدونم اینا چیان ولی خیلی بوی خوب از اینجا میاد. همه چی دارن تازه درست میکنن اینجا. من دارم این خیابون دوباره برمیگردم. میخوام تا شامزلیزه راه برم. فکر کنم یه 20 دقیقه راهه تا اینجا. از یه مغازه دار پرسیدم. گفتم که اگه راه برم با اینکه بارونم میاد گفتم راه برم بیشتر چیز میتونم ببینم. یه چیز خیلی عجیب اینجا اینه که البته شاید اونقدر عجیب نیست ولی همه اینجا سیگار میکشن. یعنی همه، چه زن چه مرد، همش وایسادن جلوی مغازه یا جلوی رستوران سیگار میکشن. ولی تو آمریکا اصلا کسی اجازه نداره نزدیک رستوران سیگار بکشه. ولی اینجا همه سیگار میکشن. توی هواپیما که بودیم هی میگفتن، توی مهماندارا میگفتن که کسی اجازه نداره اینجا سیگار بکشه. مثلا عجیب بود که اینقدر بعد اینو تکرار میکردم ولی الان میفهمم به خاطر اینکه کسایی که فرانسوی هستن خیلی سیگار میکشن. من اینجا رو خیلی دوست دارم. مغازه‌اش خیلی بانمکن. من فقط تا فردا اینجام ولی تصمیم گرفتم که دوباره برگردم اینجا. من شنیده بودم که فرانسوی‌ها خیلی بد اخلاقن از توریستا و مخصوصا از توریستای آمریکایی خوششون نمیاد. ولی من از هر کی اینجا سوال پرسیدم خیلی کمکم میکردن. اینجا رو آره خیلی کمکم کردن. خیلی سوالمو جواب میدادن. این پله همون پلیه که امروز صبح بودم. اینورم برج ایفله. بعد از یکی که سوال پرسیدم بهم گفتش که این پله رو اگه برم اینور، اینم این رودخونه معروفشونه، گفتش که شانزلیزه اینوره. که شانزلیزه ما به فارسی بگم ایرانی ها اشتباه تلفظش میکنن. اسمش شانزلیزه هست، با ام نوشته میشه.
نمیدونم. فکر کنم این اوایل خیابون یا محله شانزلیزه میشه، چون از دور دیور رو میبینم، مغازه دیور. اینجا پر میدونه و میدوناش خیلی کانفیوزینگ، آدم نمیدونه که از کجا بعد مثلا از خیابون رد بشه. ما توی دیسی میدون زیاد داریم ولی اینقدر کامپلیکیتد نیستن. Oh, hi. Oh my God, you're so cute. Is that husky? No, it's a mini shepherd. Oh my God, you're so cute. Hi. Oh. It's Oh, it's a girl? Oh. Oh my God, it makes me miss my puppy. Have a nice day. You too, bye. وای اینجا خیلی خوشگله، اصلا باورم نمیشه اومدم اینجا. اولین مغازه‌ای که میبینم دیوره. خیلی از چه صفی جلوشه، جلوش پر آدمه. وای خیلی صف طولانی داره. این مغازه های اینجا اکثرشون فلگشیپ ستور هستن، یعنی چون خیلی از برندهای از فرانسه هم دیگه، مثل همین مغازه هاشون خیلی بزرگن، خیلی چیزایی دارن که مغازه های دیگه ندارن، مثلا لویی ویتون، مغازه های دیگه شون. این مغازه دیورشه، خیلی بزرگه. صف رو نگاه کن. کنم این کل مغازه‌شه. من فکر نکنم برم تو این صف وایسام، ولی آره چون خیلی از مغازه ها فلگشیپ ستور هستن توی پاریس. همه کسایی که خیلی فشن دوست دارن میان پاریس، دوست دارن برن این مغازه ها رو ببینن. این چیزای خوشگلی داره. با اینجا خیلی خوشگله. تمام مغازه های لاکزری اینجا هستن. اینجا تیفنیز، اونور جیمی چو و سلین رو میبینم. یه سری از برنداش هم تا حالا نشنیدم. اینجا سلینه، اینورم دیور. این کل این بیلدینگ همش دیوره. این هم از شانزلیزه. بچه اومدم اینجا ببینین یه دفعه چی دیدم. چشم خورد به این ور خیابون، بانک ملی ایران. خیلی عجیبه، توی شانزلیزه، وسط شانزلیزه. نمیدونم این چی کار میکنه. بغل ورساچه هم هست. من فکر کنم همه ایرانیایی که توی فرانسه هستن اومدن اینجا، چون اینجا همه دارن فارسی صحبت میکنم. ژیوانچی صف نداره، گفتم برم اینجا ببینم، اینجا رو ببینم چی دارن. لورا پیانا. اینا مغازه هاشون خیلی بزرگن. اینا بندی، یه شنل ستور دیگه اینجا هست. قشنگ اینجا همه ایرانی هن. خیلی عجیبه. اینجا همه
جا صفه. من میخواستم برم مغازه لوئه فکر کنم این شکلی میگی، ولی همه جا صفه. اصلا باورم نمیشه چقدر اینجا ایرانی هست. خیلی عجیبه. من انقدر overwhelmed شدم نمیدونم کدوم مغازه ها رو برم، ولی اونایی که صف نداره رو میرم توش رو میبینم. فکر کنم مغازه ژاکموس رو برم ببینم که کیفاش چه شکلیه. این هنوز واسم خیلی عجیبه که بین این همه مغازه لاکچری وسط خیابون بانک ملی ایرانه. خیلی همینجا نایستم. من داشتم مغازه‌ای که میرفتم ازم پرسیدن واسه پاریس فشن ویک اومدی؟ گفتم نه. بعد ازشون پرسیدم که واسه اینه که همه چی اینجا، همه مغازه‌ها جلوشون صف طولانیه؟ گفتن که آره، معمولا انقدر اینجا شلوغ نیستش به خاطر پاریس فشن ویک. اینجا پر آدمه، می‌بینی همه جا پر آدم هستن تا چش کار میکنه. اینجا همه مارژلا اینجا هست. میخوام برم مغازه اینجا ببینم چی داره. ماشینای اینجا رو نگاه کنی. بچه اینجا پر از این مدل ها هستن، just random photographers که از مدل ها عکس میگیرن. من انقدر راه رفتم اینجا دارم دیگه از خستگی میمیرم. فقط اومدم مغازه لویی ویتونش رو نگاه کنم، چون اینم مغازه فلگشیپشه. فکر کنم خیلی بزرگ باشه. برم ببینم اگر از چیزی خوشم اومد بخرم. من دیگه از پا افتادم. فکر کنم دیگه برگردم هتلمون یکم استراحت کنم، لباس عوض کنم که برم بیرون بعدم مثل شب. این خیابون بیشتر مغازه های معمولی داره، برندهای خیلی معمولی، لاکچری برند نیستن. اکثرشون هم آمریکایی هن برنداشون. اینجا آدم هست. اصلا اینجا دوربینش خوب نشون نمیده. من یه دفعه بالا رو نگاه کردم دیدم یله آدم دارن میان اینجا. همه جا پر آدمه.
چیز خیلی عجیب دیگه من اینجا دیدم. داشتم اینجا دوباره راه میرفتم، اینجا از کلی مغازه هست، خیلی شلوغه چون شب جمعه هست، همه اومدن بیرون واسه خرید. و یه دفعه ببین چی دیدم، ایران ایر وسط این همه مغازه اینجا. یه دفعه ایران ایر خیلی عجیبه، اون از بانک ملی ایران که توی شانزلیزه بود، اینم از این. خیلی عجیبه. من دارم از خستگی میمیرم، دارم میرم خونه، ولی خواستم این مغازه لویی ویتون رو نشون بدم که بغلش یه دونه چمدون بزرگ لویی ویتون، یعنی ساختمانش رو شبیه یه چمدون بزرگ لویی ویتون درست کردن. خیلی خوشگله. این لویی ویتون خیلی معروفه. این اپل استورشونه. اینجا گوشی های اپل میفروشن. I have to load it up with more stuff. آره بعد از اینکه this lighting is good. بعد از اینکه رفتم خونه داشتم از خستگی میمردم، رفتم یکم استراحت کردم، بعد الان دارم میرم شام بخورم. شب آخرمونه توی پاریس. بچه‌ها ما داریم الان میریم شام بخوریم. من دارم از گشنگی میمیرم. Cute.